درود بینندگان گرامی، هموطنان عزیز، باز با شما هستم و آغاز میکنیم برنامه سخن بک را. میدونید که این دفعه ها، این هفته ها، این شب و روزها در حیات اجتماعی و جمعیتی ما چه ها میگذرند؟ آیا خبر دارید که مردم از چی آگاهند و از چی نه؟ افسوس، صد افسوس. باور کنید من چرا میدونم که شما بسیار از اخبارات رو نمیخونید، مطالعه نمیکنید. میدونید که در زمان استالین چه ها گذشت؟ میدونید که در زمان لنین چه گپ خبرها بود؟ فکت ها رو مطالعه میکنید؟ صد افسوس. چرا این کارو میکنید؟ باید مطالعه بکنید، فکت ها رو بخونید، کم کم از اون عبرت بگیرید. لنین گفت که خوانید و باز خوانید. این گپ بزرگ است. بگید که خوانید و باز خوانید، نه اینکه مهاجرت کنید. این نگفت است این. وای بر حال شما. از کردم چرا نه؟ خب است، هر کی اختیار داره، دوره دموکراسی است. مثلا یکی میخواند، دیگری مهاجرت میکنه، دیگری کار میکنه. این حیات است. باید یک راه خوب را انتخاب کرد برای هر کی، هر موضوعی. مثلا البته این تقدیر است. حالا ما اگه یگان موضوع رو، یگان مسئله رو بررسی بکنیم، مثلا وابسته به تربیه هم هست. مثلا مردم هر گونه راه ها رو انتخاب میکنن. یک نفر اگر بپرسی که شگفتی نفر رفته است در زمین افتاده است، اون پیشپای خود است، چیکار کرد است؟ افتاده. کار خدا بود، افتادم. هیچ شرم است نخود کار خدا باشه، افتاده. راه بومی رو برو، هیچ گپی نیست. ناس میکشن، ناس در گلوش میرود، کار خدا بود، ناس کن. میبری اون ناس نکشی آخه. کار خدا بود. با گیره میقپنش صوت میکنن، 50 سال، 10 سال یا 20 سال میگیرن. هروئین آخه زهر گفته ممکن نیست اصلا. کار خدا بود است. او به زندان رفت. کجا به زندان؟ میبری در همون دست نکنی آخه. توبه. باور کنید تو نکنید. شرم حیا باید داشت. راه و روش، یک قانون، یک چارچوبه زندگی را باید آموخت. ریشش را با زجگر که میستودم، یک کار خدا بود است که ریشم سو. این همش یک کار خدا است. کار شما است که تو پاییز مگر کار شما نیست؟ حالا نرم میگن گوشت خوکه بیگون پرهیز میخورد، چقدر که میخورد کسل میشود. آیه شما اصلا در کتاب گفته است که نخور آخه کسل میشوی، بیمار میشوی، مریض میشوی، میموری، میدت میکند، ویچ بلا و دیگر ویروس ها وارد میشوند بر بدن. این نخور گفتن، نه بعد میخورد. خب کار خدا بود است، دیگه مریض شد رفت. تو نکنی های شرم است خود. یکی کم فهمید خودتون. حالا این روز دیدم یک در فیسبوک اونجا پرتاختن بچه ها کدام میره زدن، دیگر تا باز گفتن همقدر زدنش که دیگر هیچ نمیدونن چیکار کنند، با کجا دعوت کنند. اومده است یک نفر از کارهای دیگر نمایندگی ما و شورای ما و دیگر چند جمع شدن. اما یک نفر دیگرش گفته است که کار خدا بود است، هیچ گپی نیست، برای بچه‌م صبر کنم ان شاءالله درست میشه. یعنی کار خدا بود است. خب کار خدا هست، کار خدا است که نه عقل داد به شما، دیگه اون کار شما است که باید کم فکر بکنید، به سر مردک داد نزنید، دست نبردارید، راه خودتون درست انتخاب کنید. کار خدا است. های 24 ساعت راه می چای باید بنوشید، چای نمی‌نوشن، کدام یک مواد دیگر استعمال می‌کنن. ناس نکشید، افلاسی از ضرر دارد. نه ناس 24 ساعت ناس میکشن، بعد کسل شد، دیگر مریض شد، دیگر خود با زبان شما بگم کسل شد، دلش کسل میشد، سرش کسل میشد، دستش کسل میشد. احتیاط بکنه، احتیاط نمی حیات میگن آخه. من یه حیات هم رفت، دیگر احتیاط هم باید باشه. میره در امتحان 2 میگیرن، میگه کار خدا بود است 2 گرفتم. یه عقل بینن کجا بخوام تا سر خواندن در کجا فراموش کردی بخونی آخر. اما فوتبال میزنه در کوچه ها، نسکی ها را جمع میکنه، فوتبال میزنه در کوچه، وقت نداره درس خونه. بعدا 3-11 میشه، پدرش کشتر میکنه، ایسه میبره باید سره میبره. این رو چکا کنه؟ خواندنش در کن. یه برادر خب خونه هیچ گپی ندارن، اما معنی کم کار فرمودن در کار. ایتالی نیست که 24 ساعت در راحت دونی. این ناز فرستادن میگیریم بعضیتون. این ناز دیگه راحت نمیشه، اونا را آب میکنن خیلی. تو با فرکتون میکنه دیگه. من قاق میشم میگن که اون قاق شدن ها از اون حساب است. یا سیگار داد میدن، سیگار رو میگیرن. ریشا منیم دراز مانده است دیگر. ریشای بسیار ولی الحمدلله باید دکومنت حجت دیگه. $500 حجت دیگه، یا $1000 است، یا 500 سامان است، یا کدام. خیلی
5 سومون است یا 10 سومون است، من نمیدونم چند پول است، حجت است اونجا. فردا برای گوش ها، فردا برای موی سر، فردا برای دیگر چهام دیگر بسپاری نه. حجت میگین، هر یک کاز حجت میشه. های سغورته کردن در کار اینا رو هم ریش رو باید سغورته کنه. شما کجا میرین؟ ریش های دراز را 2 متر 3 متر ریش میمونید، 10 متر 20 سانتی متر اونا را. این مسئله ها جدی هست، این مسئله ها رو با شوخی نفهمین، حاضر جدی هست میگم. حال بعضی از ناخلف ها میاد، بعضی ها می نویسن ناخلف بیعلف. این خلف ها شما هستین، خلف ها دیگر درست کار کنین آخر. ناخلف ها کو دیگر جا هستن، خلف ها کجا هستن؟ خلف ها ناخلف و خلف و خدا بگیرتون به همین عادت های بیزی. حالا یک ریژیسور ما رو ناراحت کردند که بعضی ها میگن اگر کدام یک شخص بزرگ یک شخصی چی باشد ولی فرق نداره کدام ملت نباشد، روسا میگن این ملت ماست، از ملت ماست، یعنی هم از ماست. اگر کدام یک نفر دیگر باشد یعنی ما از ما نیست، از هفت محله و بیزاره میگن. خاطر شما هم کم کم یاد بگیریم با که ما هم فقط تایتان شما بگیم که از ما هستین. شما خیلی نکنید که بود همه 24 سال یک بیل کلند بردارین بگیم از ما، از او کتمن میزد و از ما بود او بیل داشت از ما بود اینجا. خیلی دیگه کار نکنید کم کم یه فلانی. بعضی عالم در جهان هستن، شما مسئله ها رو بینید. شر معیار از بند باید شر نکنیم بچه ها دیگر. حیات همین است که خواندن در کار، از خواندن شر داشتن در کار نیست. کتاب با دست میگیره بعضی شر میکنه، کتاب با دست میگیره ممکن خیلی باشه. شاید من در چند دانشگاه بودم، نامزدی علم شده است آمد است، نامزدی علم میگه من رساله نامزدی حمایت کردم دیگر، باز در کشور خارج در روسیه حمایت کردم، روسی را نمیدونم. به هر حال من در شما هر چی میگم نمیگم برای شما فرقی نداره. میگه در هیچ گپی نیست، من شما گوش هم نکنید، اهمیت هم نکنید، اصلا راه خودتون رو انتخاب کنید. یا دموکراتی ها یادم رفت دموکراتی گفتم یک روز در یک جای جمعیتی بودیم، یک نفر گفت دموکراتی از اسلام چی فرق داره؟ گفتن آزادی که در اسلام هست در دموکراتی کمتر است، یعنی دموکراتی چون بعضی محدودیت ها داره. یک نفر دیگه گفت یعنی بس برای چی برای ما دموکراتی است؟ گفت هر دوش هم آزادی است. یعنی گفت نه اصلا برای چرا نباشد، ما اسلام میریم، یک مسلمان است باور کنه. شرمنده کسی. خب آغاز بکنیم بخش دیگر برنامه رو، بخشی که داریم که برای بسیاری ها پسند می آید. یعنی بخش بسیار جالب خواهد بود، البته نه اونقدر جالب ولی خیلی و خیلی پسند. شخصا نه برای خدا ولی برای جناب آقای کارگردان که یکی از شخصیت های معروفی هستند که یکی در عالم سینما و پشت کامرا سهم بسیار بی اندازه میگذارند. به همین خاطر آغاز میکنیم بخش دیگر رو با اشاره ایشان، بخش لطیفه ها. چون بخش الهام هفته است ما بعضی از دوستان خواهش کردم که یک چند مدت با این یعنی یک تنفس اعلام کنیم و اینک باز آغاز میکنیم از بخش همون لطیفه ها که چون گفتیم بسیار هم برای بعضی ها پسند است. از جمله جناب آقای رژیسور، از زبوک رژیسور ما انگلیس زبان است و بیچاره نمیفهمد، ولی دیگر زبوک رژیسور ما روسی است کم کم میفهمد. کم کم از آمدن شما یگان چیز تغییر نمییابد در این کارخانه محترم رئیس. به پرده گوزنم اگر کمی کم ترکه گوید شکمتان کلان میشود و خلاص. گفت نفره که رئیس نو را قبول میکرد. و مهمانی آمدید یا دیدار بینی؟ پرسید داماد از خوشتامانش. اگر داماد جان دیدار بینی گویم همکی 2 روزه کرد، انا وی مهمانی گویم 5 روزه کرد، بیایید هر دویش. گفت خوشتامد. از خواندن مقاله های شما خیلی لذت بردم، باور کنید شما خیلی استعداد بلندی دروغگویی داشتید. گفت مرد با قلم به دست سری راهی. بینندگان گرامی، هموطنان عزیز، اکنون فرصت رسید که با شما خیر خوش کنیم. یعنی خیر خوش نه، خداحافظی. تنها یک لحظه دیگه دارید، یعنی تنفس برای چند لحظه و چند دقیقه تا برنامه دیگر با شما یعنی فاصله اعلان کنیم بین من شما. دیگر تا این لحظه که با شما بودم من سخن بگم. خداحافظی نمیکنیم تا برنامه دیگر. شاد و پیروز باشید. لازم دانستم که خودم
تنها بنوشم از نام خودم، گر باده خوری با بزرگان خور گفتن. بینندگان گرامی هموطن بسیار هم خبر رسوندم؟ نه اصلا نیست. یک لحظه مرحمت بفرمایید. جان عزیز شما گل هستید دست شما.